نوید اخبار دقیق، گزارش‌های فوری از بخش اطلاعاتی نوید. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مسئله ضمن ارائه پیام‌هایشان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از اقدام‌های شایسته صاحبکاران و شخصان سخاوت‌پیشه مملکت که در رشد و پیشرفت ساحه‌های مختلف بهره آبادی تاجیکستان وطن عزیزمان سهم نظر است دارند مینه‌داری به پایان خود را می‌رسانند. همین گونه باز یک کار خیر و ثواب و اقدامی آموختنی در ناحیه عینی روی کار آمد که باعث تخت و هموار گردیدن راه ماشینگرد میانی سه دهه و از نوسازی پل ماشینگذار گردید. گزارش آماده نموده همکارم زیورشوی اکتم شد در این موضوع. با شرافت استقلال دولتی کشور عزیزمان تاجیکستان مرحله به مرحله سطح زندگی خوجگی خلق بلند گردیده. طی سالهای اخیر سهم صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه در بنیاد و از نفسازی مؤسسه های تعلیمی و طبی، ورزشی و فرهنگی و راه و پلهای ماشینگذار بیشتر به نظر می رسد. البته سهمگذاری در آبادی و زیبایی وطن وظیفه شهروندی هر یک ساکن با ننگ و ناموس کشور است. واقعا در پرتو سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان و رهبریت عالی مملکت که تدبیرهای آبادانی و سازندگی امروزها در دوردستترین دهات و شهر و نواحی کشور وسعت می‌یابند، سهم ساکنان وطن دوست و سخاوت پیشه نیز بهره آبادی وطن به مقصد موافق و سری وقتی می باشد. ساکن دهه پیشنزه ناحیه عینی خوجا مراد شریفوف از زمره شخصان سخاوت پیشه است که مبلغ معین سالها جمع آورده اهل عائله‌اش را بر عوض زیارت خانه کعبه در آبادی و هموارسازی راه ماشینگرد از دهه تکوان تا به دهه‌های پیشنزه و ریمان که در مجموع 13 کیلومتر را تشکیل می‌دهد، اینچنین از نوسازی یک پل ماشینگذار با درازی 6 متر و پهنایی 3.5 متر که در مسیر مذکور یعنی میان دهه‌های نامبرده جایگیر می باشد مصرف نمود. ساکن دهه پیشنزه خوجا مراد شریفوف در این باره چنین می گوید: من اقدام گرفتم که مبلغ 10 سالها باز جمع کرده خود را که برای زیارت خانه خدا میرفتم. تو رو من برای آبادی همین دیارم، برای تعمیر کردن راه ماشینگرد 2 دهه ریمان و پیشنزه و ساختن یک پل ماشینگذار صرف می نمایم. همچنین در برابر این ما یک میدانچه ورزشی هم تخت و هموار کردیم. این کار کردیم و یک اقدام از برای دیگران این یک نمونه میشد که اینها هم تشبث کنند همین کارهای آبادی دیگر و سنگگذاری کنند. مورد به ذکر است که اگر شماره چنین نفران به مانند ساکن دهه پیشنزه ناحیه عینی خوجا مراد شریفوف در دیگر دهه و شهرک‌های ناحیه با آبادانی و سازندگی پردازند، در یک مدت کوتاه مشکلات جای داشته در محل و دهه‌ها از بین می رود. فرزند خاندان خیرخواه ساکن دهه پیشنزه گلمراد شریفوف می گوید نوابسته از سردی هوا کارهای ساختمانی با مرام جریان دارند. طور مفصوف در ادامه افزود: ما از موضع راه سیمیچ تکفان تا دهه پیشنزه درازی 7 کیلومتر راه را کشود و تعمیر نمودیم. با وجود آن هم ما در سردی هوا در بارش زیادی برف نظر نکرده بهبودی کار را پیش گرفته آبادانی راه را دوام داده شده. مبلغ جمع آوری پدر و مادر را به همین آبادانی راه دهه صرف نماییم. طور اطلاع دادن شخصی ثوابجوی ساکن دهه پیشنزه ناحیه عینی خوجا مراد شریفوف با فرزندانش همچنین در برابر از نوسازی پل ماشینگذار و تخت و هموارسازی راه ماشینگرد از محله سیمیچ دهه تکوان تا به دهه‌های پیشنزه و ریمان، هموارسازی میدانچه ورزشی دهه پیشنزه، اینچنین تصمیم دارد که در آینده خانه فرهنگ دهه مذکور را نیز تعمیر و ترمیم نماید. واقعا امروزها به خاطر استقبال سزاوار از جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای بنیادکاری و سازندگی در سراسر کشور با مرام جریان دارند. خوجا مراد شریفوف ساکن دهه پیشنزه ناحیه عینی عزم نموده بود که امسال با همراهی همسرش به زیارت خانه کعبه می رود و فریضه حج را ادا می کند. اما با آنکه از وضع راههای تعمیر طلب و پل فرسوده ماشینگذاری
استفاده عموم آگاه بود، مبلغ جمع نموده‌اش را صرف این عملهای خیر نمود که البته ثواب بیشتر دارد. زیورشاه اکتمشاه برای برنامه نوید رادیوی فرهنگ.